تا حالا دقت کردین یه وقتایی مدام عدد رند می‌بینیم؟ مثلا ساعت میشه 11 یا 22 یا حتی یه عدد خاص روی کیلومتر ماشینمون یا حتی روی رسید خریدمون. و جالبه هر چقدر بیشتر بهش توجه می‌کنیم بیشتر و بیشتر داره جلوی چشمون ظاهر میشه. اما فکر می‌کنین چرا؟ یعنی قراره برای ما معجزه بشه؟ نه، اما یه چیز ظریف داره اون زیر اتفاق میفته. اون لحظه‌ای که ما مدام عدد رند رو می‌بینیم در واقع خودمون بهش توجه کردیم و جهان فقط داره جواب توجه ما رو میده. میگه باشه تو خواستی ببینی پس چشم، بیشترش هم بهت میدم. ببین دوست من، این جهان قضاوت نمیکنه، نمیگه این خوبه یا بده، فقط پاسخ تو رو میده و تو با همین مکانیزم ساده داری یاد میگیری که خالقی، یعنی تو داری میسازی بدون وقفه. هر چیزی که بهش توجه میکنی اون برات تکرار و تکرار میشه. حالا یه لحظه فقط یه قدم برگرد عقب. اگه این قانون برای دیدن عدد رند عمل میکنه، فکر کن برای چه چیزهای دیگه‌ای هم میتونه عمل کنه. برای اون تکرار تضاد خسته کننده، اون اتفاق بدی که انگار مدام میاد سراغت، اون آدمای مریضی که هی مدام به شکل‌های مختلف توی زندگیت میان، اون احساس سردرد یا اعصاب خوردی که مدام برات تکرار میشه، اون احساس کمبود، احساس نگرانی، احساس بی‌لیاقتی. حالا فکر میکنی به نظرت اینا تصادفیه یا همون توجهه، فقط این بار سمت یه چیز دیگه است. پس شاید وقتشه یک لحظه وایسی، یه نفس عمیق بکشی و از خودت بپرسی من واقعا دارم به چی توجه میکنم؟ چی رو دارم ناخودآگاه برای خودم تکرار میکنم و آیا حاضرم همین الان فقط برای یک لحظه استاپ کنم و مسیر توجهمو عوض کنم؟ چون همون لحظه‌ای که استاپ میکنی در واقع داری کنترل خلق خودت رو برمیگردونی و اونجا تازه داری بیدار میشی. اون لحظه است که میفهمی عددها فقط بهونه‌ای بودن برای اینکه یادت بندازن جهان همیشه گوش میده. فقط ببین داری چی بهش میگی، داری به چی توجه میکنی. دوست من، چه آگاهانه چه ناآگاهانه یادت نره که این جهان همون چیزی رو فقط بهت میده که از تو گرفته و این بخشی از آموزش‌های دوره جادوی ارتعاش معکوس بود. دوست عزیزم، اگه دوست داری عضو این دوره شگفت انگیز و جادویی بشی، ازت میخوام که از لینکی که این زیر همین فایل براتون قرار گرفته استفاده کنین یا وارد سایت hosseiniattraction.com بشین و دوره جادوی ارتعاش معکوس رو از قسمت محصولات برای خودتون تهیه کنین و ازش استفاده کنین.